اگر کسی روماتیسم شدید گرفته و این درد روماتیسمیش کل بدنش رو فرا گرفته، 24 ساعته بیتابه و درد میکشه، پس اگر کسی روماتیسم شدید گرفته و به همه بدنش هم سرایت کرده، درمانش چیه؟ یادداشت بفرمایید مؤمنا. 1. در بین روز آلو بخارا به تعداد 14 عدد به صورت مکیدنی بخورد، یعنی دونه دونه تو دهنش بذاره تا آب شه، بعد حسشه بندازه کنار. 2. عصرانه 1 لیوان آب انار شیرین طبیعی یا 2 قاشق پلوخوری رب انار شیرین بخوره، یا 2 قاشق مرباخوری. حالا سنا فرق میکنه، خیلی کوچیکتر بود 2 قاشق چایخوری میشه. 3. از مغرب تا وقت شام 1 قاشق پلوخوری زرشک خام بخوره. حالا مثلا نوجوان جوانه میشه 1 قاشق مرباخوری، مثلا کودک 2 سالگی تا پایان 11 سالگی میشه 1 قاشق چایخوری. مطلب 4. بعد از شام 1 قاشق مرباخوری سیاه دونه با عسل بجوه و بخوره. این در سرد مزاجان. اگر گرم مزاج بود میاد 1 قاشق چایخوری، چون روماتیسمش پیشرفته است به همه بدنش سرایت کرده. با شرایط عادی فرق میکنه که نصف قاشق چایخوری بود یا 1/3 قاشق چایخوری سیاه دونه. حالا شرایطش تغییر کرده. شب قبل از خواب 1 قاشق مرباخوری روغن بنفشه خالص که در پایه روغن زیتونه میخوره و بعد کل بدنش رو با روغن بنفشه خالص ماساژ بده. کسی یا کسانی که روماتیسم شدید دارن و کل بدنش رو فرا گرفته، این 5 تا که گفتم درمان میشه.